سلام خیلی خوش اومدین به این ویدیو من. امروز دوباره سعی کن نخندی داریم. بله و قبل از اینکه شروع کنیم ویدیو رو بهتون بگم که این ویدیو رو خودم در نیاوردم و 2 سری قبل یعنی پارت سوم میشه، ولی چنلمون و یوتیوب پارت 2 رو که با دختر خالم گرفته بودم و پاک کرد سعی کن نخندی و قراره که امروز با هم بریم پارت سوم بریم پارت سوم سعی کن نخندی. ویدیوها رو خواهرم در آورده که بریم بریم. من کمی اگه بیشتر 4 بار خندیدم مجازات میشم و مجازاتم هم آب لیموه. بعد آب لیمو و نمک با هم قاطی کنم و بخورم. بزن بریم که نخندیم. خب بریم شروع کنیم ویدیو اول. این ماده هایی که داخل شامپو بچه ها میریزن خود چرا داخل شامپوی ما نمیریزن؟ چشم ما چشم خره. این ویدیو رو نباید بدم این یکم چیز کنه، یکم ویدیوهاش زیاد خنده دار نیست و این حالا ویدیو اینو که نخندیم. ویدیو دوم وقتی که دوستان میگن چرا خبری ازت نیست. در حال حاضر مثل سگ حسندله از صبح خروسخون تا بوق سگ دنبال پولم. بنده دنبال درس با حال نخند. ویدیو سوم همه نشونه های افسردگی رو دارم ولی لعنتی نمیدونم چه خندم میگیره. ویدیو آخرش خنده دار بود و ویدیوها خوب نیست. دفعه بعدی انشالله خودم درست میکنم. بنده خدا هنگ کرد. پشمام طرف نشسته اونجا اینطوری هنگ کرد. این دردناک بود. این حرکت اکثر اوقات جوابه. واقعا ایرانی خندیدم. من بلد نبودم، تو یاد بگیرم. ببینیم قشنگ خراب کرد. بهترین لوکیشن برای دعوا. بابا تو چی میگی دهن ما رو سرویس کردی؟ بابا تو به این حرفا نمیخوری. به اول فصل تو واسه لات دادن زیادی سفیدی. همین الان لوکیشن واسه میفرستم وجود داری پاشو بیا اونجا. باشه بابا اوکی بفرست. اومدم بفرست همین الان میام اصلا. چرا اینجا قرار گذاشتی تو چیکار داری؟ تو بزن دیگه. دنبال شکایتی هم نیستی اصلا ها؟ چی؟ این شکایتی نیستی ها؟ چی؟ رفته دم در دادگاه میگه بزن، نزده رفت. خندیدم. نخند، یادم میرسن نباید بخندم. خب مگه مجبوری؟ این خودمه. پادزنی میکنم. این خود من هم. بذار زبان خندیدم. بچه ها یه دونه دیگه بخندم نباید بخندم. اوکی
بذار زبان گوشیمو انگلیسی کنم. نه با کلاس تردید که با کلاس تردیدشه. Nice sensiz yatamam, seni baştan atamam, bir şam gelmedi şey. اینو بریم ارفاق کن. این حواسم واقعا پرت میشه. اینو بریم ارفاق کنین. ملت عجیبی داریم. آره واقعا آره. پیش اومده براتون پیش اومده. این چیه دیگه زنگ زده بابا؟ ای بابا دیدم بابا. وای آره 4 تا خندیدم. تمام. حالا بریم ببینیم. عالی. شما بچه بودین توی خونه چشم بسته راه میرفتین که کور شدین آمادگی داشته باشین یا من خول بودم. ویدیو تموم شد و بریم سراغ مجازاتمون. و قبل از اینکه برم سراغ مجازاتم مدرسه بودم، امتحان کلاس سوم، بعد فلان به ما خسته اومدم برات ویدیو گرفتم. بشم بیام وسط. خسته اومدم برات ویدیو گرفتم. حتما لایک کنید، ساب کنید، کامنت بزنید، شیر کنید، دیگه زنگوله هم بزنید که اگه ویدیویی گذاشتم بتونید اول نفر باشین که ببینین. و اینکه بریم سراغ مجازاتمون. عشق تو دروغ بود دیگه نمونده تو دیگه. آخه چرا میخندی؟ این آبلیمونه آبلیموی ما هست ایشون. و نمیدونم برین جلو دوربین بریزم. نریزم رو تخت، نریزم سلام دسته دیگه. خیلی نریزی رو تخت ها. تلخه. نمک صورتی دوستان. میبینید دیگه. این چه سم میشد. میترسم بریزه. دوربینو از جا در آوردم. نگاه این هنوز توش هستا، میریزه ولی توش هست و قراره که بخوریم. تلخ خب ترش بود اوکی. تلخ ترش جور مثلا همه یه شیرینی کم داره. بسم الله الرحمن. وای خیلی ترشه. نصفشو قشنگ خوردم. قشنگ نصف بیشترشو خوردم.
دیگه میخوریم. وای آب لیمو چرا تلخ؟ وای تو دلم یه اتفاقاتی داره میفته. آقا بنده به هیچ عنوان نمیتونم تحمل کنم. آقا خوردم همش. من دارم میمیرم و میخوام فقط برم آب لازمم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، شیر کنین و زنگوله هم بزنین که ویدیو جدید گذاشتیم حتما در جریان باشید و اول نفر ببینید ویدیو رو. و مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدیم و ویدیو گفتی 350 بار گفتم. خدافظ. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدی. خدافظ. ترش بود، دارم میمیرم. اینقدر که ترش بودین فشارم افتاد.